پولدار و شخصی را میگن که پول خرج میکنه، نه اون نفره که پول داره. با تمام خصیصای دنیا بگین کفن کیسه نداره. میگه لذت دنیا را اوی بود که هم پوشید و هم بخشید و هم خورد. هر آن کس که سر کیسهش گره خورد خودش مرده ثروتش دیگری خورد. برای خودتون زندگی کنین خلاص. پولدار و شخصی را میگن که پول خرج میکنه، نه اون نفره که پول داره. با تمام خصیصای دنیا بگین کفن کیسه نداره. میگه لذت دنیا را اوی بود که هم پوشید و هم بخشید و هم خورد. هر آن کس که سر کیسهش گره خورد خودش مرده ثروتش دیگری خورد. برای خودتون زندگی کنین خلاص.